سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به کانال من نیمروی کال هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. بچه ها امروز داخل این ویدیو فقط میخوام که خودم رو کامل به شما معرفی کنم، ببینم چند سالمه، از کی فعالیت شروع کردم و اینکه اصلا برای چی من اومدم داخل یوتیوب. خب بچه ها، من الان حدودا 13 سالمه، دارم میرم به 14 سالگی. سال 1390 به دنیا آمدم، ریدم خوب. ولی خب کلا بچه من از سن و وقتی که کلاس 6 بودم کلا تولید محتوا رو دوست داشتم، ولی خب دیوایس خوبی نداشتم که مثلا گیم پلی خاص یا خوب بگیرم، چون اولویت اصلی برای این که شما برید تولید محتوا بکنید اول اینکه باید دیوایس خوب داشته باشید، بعدش حالا دیگه میتونید برید سراغ کارهای دیگه. بچه من کلا بگم تولید محتوای من کارهای نمایشی داخل کال آف دیوتی موبایل و اینکه بیشترین ویدیوهایی که من میذارم شورت ویدیو، زیاد داخل ویدیو اصلا حرف نمیزنم، اصلا حرف نمیزنم. کلا این ویدیو هم بکنم اولین ویدیو و آخرین ویدیویی باشه که من داخلش حرف زده باشم، اینکه سبک من اینه، کلا نمیام زیاد حرف بزنم که مثلا اون بیننده خسته بشه دیگه. کلا این نمایشی دقیقا اگه دقت کنید مثلا داخل کامیونیتی خارجی بیشترشون اصلا حرف نمیزنن، مثل حالا بروکن، فلوتش و غیره. سبک من هم دقیقا مثل اینه، من که اصلا داخل این کانال من قرار نیست آموزشات و اصلا قرار حرف بزنم. کلا بچه اصلا گیم پلی اصلا چیز خاصی ندارم. کلا من داخل کانال فقط گیم پلی میذارم و دیگه کار خاصی نمی کنم، چیز خاصی دیگه نمیمونه. این که میخوام از گیم پلی لذت ببرید و تا ویدیو دیگه خداحافظ.